رفیق صمیمی. اهل مثلا یکی از روستاهای اطراف زنجانه. تو روستا اینا سگ مگ خیلی نگه می‌دارن. بعد خدمت شما میگم که آره سگ اینا هم خیلی دعوا میندازن. من خوشم نمیاد ولی خب بعضی وقتا دعوت میکنن یه مجبورم برم. بعد چه سگو ببین گنده ها، یه گنده میگم یه گنده میشنوی. ولی میخوام الان دیگه فوبیام یعنی فوبیا به سگ ندارم. الان فقط سوسک. یه نمیترسم از سگ، یعنی سگ اگه من چیزی هم که بدونم از چیزی میترسم میرم سراغش که دیگه نترسم. خیلی با سوسک کنار نیام. خیلی با سوسک کنار. هر دفعه هم سعی میکنم کنار بیام ولی نمیتونم. من سوسیموس دیدمی سری میگیرم میگم ماهی یه دونه ماهی دارم این میخوره. روی نه اون سگ درده. میاد سگ بابا سوسک خیلی چندشه خیلی. ببین بعد انگار بیا سوسک ماهی بیا. میفهمه که ازش میترسی میفته دنبالت. آره پرروتر میشه. من سگ رو انتخاب میکنم. من گل. این که آخه گل